یک مصرع‌های بسیار زیبای شمس الدین تبریزی در ذهنم آمد. من برای شما میخوانم و از خدا خواهانی هستم که خداوند پیروی آنچه را که میشنویم الله برای ما عطا فرماید. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. بی ادب را به سماوات بقا منزل نیست. در سماوات بقا منزل مردان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در جنس بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست. عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. دیده بگشای ببین جمله کلام الله را. آیت همگی معنی قرآن ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی دیده بگشای ببین قاتل شیطان ادب است. یک دو سه روز که در خانه تن مهمانی با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. رو پسر پند پدر گوش بکن هر شب و روز. دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت. نغمه پردازی این مرغ خوش الحان ادب است. برادران عزیز و گرامی، الله کند که چگونه که پیغمبر نازنین در قرآن و اینک لعلی خلق عظیم، الله مهربان وصفش کرد که ای محمد چی بسا آداب زیبایی داری. چقدر پیامبرمان برادران عزیز آداب زیبا دارد. گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. خدا رحمت کند حضرت سعدی را که می‌فرماید که یک تمثیلی هست که در حمام روز در دست من یک گل افتاد. گل گفته لای را میگویند. یک کمی لای در دست من افتاد که به نهایت یعنی مثل مشک عبیر بود. مشک آن چیزی که ما و شما از خوشبویی ها استفاده میکنیم یا که بگیم به طریق فرهنگیش از ناف آهو مشک به زمین میریزد. عبیرش هم یکی از خوشبویی هایی که خشک است که او را در بدن میمالند. یعنی هر دو اینها چیزهای خوشبو هستند. حضرت میگوید یک لای در دست من افتاد. یک لای مقرری بود، یک خاک مقرری بود، لیکن بی نهایت بوی خوب داشت. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. تو مشک هستی یا عبیر هستی؟ بالای هیچ مانندی به خاک هیچ مانندی نداری. بگفتا من گلی ناچیز بودم. ای سعدی گفت آگاه باش که من نه مشک هستم نه عبیر هستم، بلکه من یک خاک مقرری هستم، یک لای عادی هستم، ولیکن مدت با گل نشستم.
این بوی خوشی که از من میبینی، حضرت گفتند سبب اون دارد که این بوی خوشی که من دارم در زمانهای پیش برای تیار کردن گلاب، یعنی برای تیار کردن عطر، در یک دیگ سرپوشه میگذاشتند و اطراف همان سرپوشه را با لایه ها محکم میکردند، با لای محکم میکردند تا که حول او بیرون نشود. این لایه که در دست سعدی زد، این همان همون میپوشاندگی اطراف سرپوشه همون گلاب بود. گو من لای مقرری بودم، لیکن مدت با گل نشستم، جمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. من همون تأثیر خوشبویی همون دیگ در وجود من رسید و این خوشبویی را من از همون جا حاصل کردم و الی من یک خاک مقرری هستم. مقصد حضرت سعدی چی هست؟ مقصدش حدیث پیغمبری خداست. پیغمبری خدا میگوید مثل جلیس صالح کمثل العطار ان لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. پیغمبر گفتند همنشین با آدمی نیک، با آدمی خوب، با عالم، همنشین در صحبت امر معروف و نهی از منکر مثل دکان عطر فروش است. این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. اگر چنده که دکان فروش عطر به تو عطا هم که نکند، از بوی خوش او تو استفاده میکنی. اگر چنده که شما علم دامولا را گرفته هم که نتانین، لکن از صحبت او بهره میبرید، از صحبت او شما فایده میکنید. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیده که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین، در دایره اونها جمع شوین. اگر پا داری از بد دور بگریز. لیکن اگر خدا به تو پای دوان داده باشد، پای درست داده باشد، اگر مجلسی آدم های ناخوب و پلید و بدکردار و بدگفتار و بعد اصل را وقتی که دیدین، شما باید ترک کنین. گفتند زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. زیرا میگوید که صحبت تأثیر دارد. صحبت عالم به خودش تأثیر دارد، صحبت فاسق به خودش تأثیر دارد. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. کی زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا مجوزاک. حضرت میگوید این مجلس، این مسجد، این مجلس امر معروف، این ماهیت صابون را دارد. صابون چگونه که چرک بدن تازه میکند، این امر معروف و این نهی منکر گناههای شما را میشود و نابود میکند، شسته نابود میکند. حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ میگوید النظر الى وجه الاحمق خطیئتا مکتوبتون. حضرت گفتند من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که
هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دوست باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید. با اینها و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.